بزی پوکیده و من در خروش و جوش نباشم. خدا کند که بمیرد کفن فروش نباشم. آفرین. عبای زرد ولایت چو گشته پاره و پوره، چرا بسیج پریشان پاره پوش نباشم. خیلی خوب. انشالله موفق باشید. گر خر برود ز خر عبایت، نرود تأثیر طلسم کشک‌هایت. نرود اینک که شکسته شیشه عمر ندام، آهسته بیا شیشه به پایت نرود. گفتی میان آتش فتنه چه می کنی؟ گفتم که خر درون گل شل چه می کند؟ دوغ و بلال کشته مرا، شیر برنج هم با حجم فتنه عظمای اسکل چه می کند؟ خیلی خوب. انشالله موفق باشید. می شناسم گاو و مرغ و قاز را، می شناسم خاک و خاکنداز را. می شود دره به چه نزدیکتر، اندکی عظما به ته نزدیکتر. اصلاح این نظام از اول محال بود، اعدام در شریعت عظما حلال بود. آفرین. در دستهای کشک پر از پوچی امام، یک قاچ سیر و منقل پرزغال بود. عظما چه بود نقش تو در خانه مریض، در پاکت نخودچی و کشمش بلال بود. خیلی خوب. شما مضمونی سخنرانی 1 ساعتی ما رو تو چند دقیقه بیان کردید. خیلی هم خوب. عظما ولی مشتی باقالی بود، در سفره او کباب باحالی بود. از بینی سیدعلی در آورد قضا، مشتی که نثارش شد و بس عالی بود. خیلی خوب. من از تو مخپکرتر هستم اما خوب میدانم، که شام هیچ شب جز دلمه از آلویش شیرین نیست. خدا لعنت کند آن بد امام مفت پرخور را، فقط این حال عظمای خونین و مالین نیست. فارسی ایشون هم مثل عربی ما بود.